شما مثلا یه کلید یا پریز تو خونت شل میشه، تو بلد نیستی اینو صفر کنی، جا بندازی. میری الکتریکی سر کوچه یه دوستی رو میاری، میگه اینو برام سفتش کن، درستش کن. میاد اینو ماسمالی میکنه و یه چیزی بس کبریت میذاره از تو دیدی. بله. یه چیزی که این فقط وایسه میره. تو دوباره دو شاخه رو میزنی میکشی بیرون، کلا میریزه پایین. تو دوباره نمیری سراغ این طرف هیچ وقت. اما یکی میاد با تمیزی وسواس این کار رو انجام میده. اگه پیچ خوب نداشته باشه یه دونه از صندوقش در میاره میزنه فلان تر و تمیز. هیچ وقت اون دیگه کنده نمیشه، چون تو هر بار کار داشته باشی به اون میگی، هر کی هم میخوای معرفی کنی میگی برو این سر کوچه ما بی‌نظیره. فرقی نمیکنه چی کار میکنی، مهم اینه که با چه کیفیتی اون کار رو انجام میدی. کاری رو که انجام میدی به درست ترین شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام. این در مورد همه چیزها فرقی نمیکنه که تو هنرمند باشی یا الکتریکی داشته باشی یا رنگکار ساختمون باشی یا هر چی.